رستم نبیف پسر خردی پرزیدنت دوم تاجیکستان رامو نبیف صبح 25 اپریل در شهر خوجند از عالم چشم پوشید. در این باره در فیسبوک دختر یگانه نبیف منوره نبیف خبر داد. او درباره سبب مرگ دادرش چیزی ننوشته است. منوره نبیف تنها همین قدر نوشته است که جای دادرم جنت شود، خداوند رحمت کند. رامو نبیف سال 1930 به دنیا آمده، 2 دفعه رهبر اول تاجیکستان شده است. سالهای 1982 1985 باعث کاتب یکم کمیته مرکزی حزب آن وقتها حاکم کمونیست و در تیر ماه سال 1991 باعث دومین پرزیدنت و نخستین پرزیدنت در آوازدهی عمومی خلقی انتخاب شده جمهوری. ولی ریاست دوم نبیف دیر دوام نکرد و علاقه ماه سپتامبر سال 1992 که تاجیکستان علاقه به گرداب جنگ خونین شهروندی فرو رفته بود، نبیف را با محافظانش در فرودگاه دوشنبه یک گروه سلاح به دستان اسیر گرفتند و وادار کردند که در همان فرودگاه عریضه استعفایش را بنویسد. نبیف 7 ماه بعد برکناریش از مقام 11 اپریل سال 1993 در سن 62 از عالم چشم پوشید. علت رسمی مرگ او سکته قلب اعلان شد، ولی فرزندان نبیف به فرضیه رسمی مرگ او همیشه شبهه داشتند. از رامو نبیف 3 فرزند، 2 پسر رشید و رستم و 1 دختر منوره باقی ماند. رشید نبیف هنوز سال 1997 در یک شرایط تا حال مرموز در سن همگی 33 وفات کرد. همسر نبیف میرم سعدالله‌ایونا نبیف 28 دکبر سال 2017 به طور فاجعه‌ای هنگام سوختار در منزل زیستشان در خوجند جان باخت. با مرگ رستم نبیف از فرزندان پرزیدنت سابق تاجیکستان تنها دختر 62 سالش منوره نبیف باقی ماند. منوره همسر سابق آوازخوان شناخته دلیر نظروف و نامزد علم‌های اقتصادی بوده، سالهای زیاد در اکادمی علم‌ها کار کرده است. او در دوشنبه به سر میبرد و سالهای آخر با دادرش رستم بر سر خانه پدرش سود بازی داشت. خانه نبیف در مرکز دوشنبه در همسایگی خانه‌های پرزیدنت کنونی تاجیکستان امامعلی رحمان، شاعره گلرخزار و سابقه‌دار حزب کمونیست نزارمو ظریپووا جایگیر شده است.